عجیبترین اتفاقی که توی برزیل برام افتاد که قطعا برای شما تو کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی پیش میاد. اینجا توی خیابون دو تا همجنس همدیگه، مثلا دو تا آقا دو تا خانوم میبینی دستی همو گرفتن تو خیابون دارن راه میرن. تازه یه بچه هم بغلشونه، اون بچه از کجا اومده؟ حالا این برای منم پیش اومد با یکی از دوستانم که آقا بود. چند روز پیش رفتیم یه دونه فروشگاه زنونه لباس راحتی و اینا داشت. فروشنده یه جوری نگاه میکرد فکر کرد آره مثلا ما چیزی هستیم. اینقدر خجالت کشیدم چون که اینجا با هم ازدواج میکنن و بین خود مردم جا افتاده، ولی واسه ماها که از اونور میایم اینجوری نیستش. خلاصه نگم بهتون خیلی خیلی خجالت کشیدم. قطعا برای شما پیش میاد. نگاه دو تا آقا بچه دارن، اونا دو تا آقا بچه دارن.